10 ویدیوی خیلی عجیب و ترسناکی که تو سوشال مدیاها آپلود شدن. 10 ویدیوی ترسناکی که امیدوار بودم هیچ وقت واقعی نبودن. من مهدی الف هستم و امیدوارم اتفاق ترسناکی براتون نیفتاده باشه. بریم سراغ ویدیوها. شماره 1 دارک وب یا بیماران روانی. این کلیپ خیلی عجیب توسط اکانت تیک تاک به اسم motivij.9066 تو تیک تاک آپلود شد و ادعا شد ویدیو کدگذاری شده و دارک وبیه. تو این ویدیو ما 2 نفر رو میبینیم با ظاهری واقعا کریپی و ترسناک که ترس رو به جون آدم میندازه و رفتارهای خیلی خیلی عجیبی که دارن واقعا آدمو میترسونه. ادعا شد ویدیو از 2 بیمار روانی که از بیمارستان فرار کردن ضبط شده، ولی مثل اینکه قضیه ترسناکتر و کریپی تر از این حرفاست. چون یه کاربری کامنت گذاشته بود من بیشتر از هر چیزی نگران اون جسم سفید رنگیم که تو هوا معلقه و منم واقعا دقت کردم، واقعا ویدیو برام ترسناکتر شد. اما به نظرم اگه اینا واقعا بیمار روانیان لازمی که حتما هرچه سریعتر به یه مکان امن منتقل بشن. شماره 2 تولد یک شیطان. احتمالاً راجع به شیاطین زمینی چیزی شنیده باشید. این انسان‌ها حتی از طرف خدا طرد شدن و فقط آرزوی مرگ دارن. این بار یه ویدیو داریم از تیم کانال یوتیوبی لاکچری لایف که ویدیوهاش تو اینستاگرام و اینا خیلی پخش شد. تو این ویدیوشون ادعا میکنن که یه ایمیل گرفتن از طرف یه خانومی که ادعا میکنه مادرش تسخیر شیطان شده و میرن تا یه ویدیوی خیلی ترسناک ضبط کنن، ولی خوب پیش نمیره. اونا در همون ورودشون با شیرینی‌های شیطانی پذیرایی میشن و سعی میکنن که با گلوریا همون پیرزن شیطان زده صحبت کنن، اما چیزی گیرشون نمیاد. وقت خواب فرا میرسه و میرن و دوربین ها رو تو جای جای خونه جایگذاری میکنن و مخصوصا اتاق گلوریا، همون خانم عجیب و غریبی که ادعا شده شیطان زده است. اما چیزایی که از اتاق گلوریا ضبط شده باور نکردنیه. گلوریا ناپدید میشه و یهو سر از زیر تخت اتاقش در میاره. میره اتاق چستر و برادرش تا اینکه اونا بالاخره بیدار میشن، میرن ببینن که چه اتفاقی افتاده، تا اینکه به این صحنه خیلی عجیب و منزجر کننده برمیخورن. Dude, did you hear that? I think she's in here. Okay. Bro, what is all this? This first is gonna have the baby. Now come on, you're gonna help me deliver it. اون زن داره یه بچه به دنیا میاره و اون قطعاً یه شیطانه، ولی بعد با صحنه‌هایی برمیخورن که واقعاً خدا رو شکر میکنم که واقعی نیستن، چون اکثر ویدیوهاشون ساخته. واقعاً کار این رفقامون خیلی خفنه. کانالشون رو حتما پیشنهاد میکنم که دنبال کنید و تو کامنت ویدیوهاش بنویسید که از کانال مهدی الف اومدم اگه خواستید. What are they doing?
اما واقعا سناریوی ویدیو، فیلمبرداری ویدیو و صحنه‌هاش خیلی خفن و طبیعی و حتی در حد یه سریال ترسناک ساخته شده بود. اما خب نظر شما چیه؟ شماره 3، تنهایی، تاریکی، روح. این یه پست خیلی عجیبیه که توسط این اکانت در ردیت آپلود شد. تصاویری به مراتب خیلی ترتمیز از دیده شدن موجودات ماوراءالطبیعه. شخصی که داشت توی جاده خیلی عجیب و کاملا تاریک رانندگی میکرد، یهو یه احساس عجیبی بهش دست داد و وقتی بیشتر روی این قضیه تمرکز کرد با این صحنه ها روبرو شد. کاربران میگن این مکان و این لوکیشن مثل اینکه قبلا یه میدون جنگی چیزی بوده که اونجا ما توپ و تانک میبینیم که امکانش از روح افرادی باشه که قبلا اینجا کشته شدن. اما من نظرم بیشتر به اون منبع نور قوی جلب شده. واقعا نظر شما چیه؟ شماره 4، هوای آلوده. این ویدیو از دوربین مداربسته یه مزرعه خانوادی در میشیگان آمریکا ضبط شده. یه سری حاله خیلی تمیز که دقیقاً مقابل لنز دوربین دارن حرکت میکنن. احتمالش هست که موجودی مثل جن یا ارواح رو تو تصویر داریم که واقعاً وحشت انگیزه. البته خیلی از اینجور ویدیوها رو تو اینترنت داریم که اکثرا هم ویدیوهای واقعی هستن و این مورد خیلی ترتمیز ساخته شده و احتمالش هست که ادیت باشه. اما نظر شما چیه؟ یا یه مورد فیکه؟ شماره 5، زیرزمینا ترسناکن. این بار میریم سراغ یه تیم هانتینگ یوتیوب به اسم اوتسایدر پارانورمال که به زیرزمین خونه شخصی به اسم بلر میرن تا گزارش و چیزایی که بلر گفته بود رو بررسی کنن. بلر از زیرزمین خونش صداهای نامعلومی میشنید ولی اون میگه هیچ کس و هیچ حیوانی تو زیرزمین ندارم. این تیم میرن تا بررسی کنن. وقتی وارد میشن همون اوایل صدای خرخر کردن کسی یا یه حیوانی رو میشنون. اما لحظاتی میگذره و یکی از دستگاه‌هاشون ناگهانی خاموش میشه و بعد از اتاق‌های بغلی صدای وحشتناکی میشنون. یه سری صداهایی که نمیشه توضیحشون داد شنیده میشن ولی وجود ندارن. همینقدر عجیب. آیا در زیرزمین خونه بلر چیزی وجود داره؟ مطمئناً به بررسی بیشتری نیاز داریم. شماره 6، شیطان اینجا زندگی میکنه. یه تیم جستجوگری یوتیوبی به اسم Afterlife Road Production میرن سمت یه خونه متروکه. محلی‌ها گفتن ظاهراً واقعاً مخفیگاه شیطانه و خیلی وقته که رها شده و کسی سمتش نمیاد. ولی این تیم رفته تا بیماری این مکان رو تشخیص بده. اونا وقتی وارد میشن یه صدای خیلی نامعلوم رو میشنون که به گفته خودشون وقتی این صدا رو شنیدن انگار یه سطل آب یخ ریختن روی خودشون. همینقدر شوکه زده بودن. همه چی شلوغ و به هم ریخته و ترسناک. اما سکانس ترسناکتر این ویدیو کجاست؟ اونا یه تقویم روی دیوار پیدا میکنن که اگه قضیه واقعی باشه این خونه بیشتر از 15 ساله که رها شده و اون تقویم واسه سال 2006. حتی یه عروسک خیلی ترسناک رو هم اونجا پیدا میکنن و باعث میشه تا خیلی انرژی بد واردشون بشه. حتی وقتی میخوان اطلاعاتی از صاحبان قبلی اینجا گیر بیارن به بنبست میخورن و پرونده این خونه شیطانی ناتمام میمونه. آیا این خونه فقط انرژی بد داشت یا یه موجودی مثل روح یا شیطان این خونه رو تسخیر کرده بود؟ شماره 7، تسخیر شده ترین خونه در آمریکا.
یوتیوبری به اسم چلسی لونا وارد یه خونه جنگلی میشه و بدترین و ترسناکترین تجربه کل عمرش رو تکمیل کرد. چلسی همراه یکی از دوستاش میرن سمت یه خونه جنگلی که خیلی ترسناک و کریپیه و وایب واقعا ترسناکی داره. اونا وقتی تو ایوان خونه بودن یه صدای خیلی مبهم شنیدن. خیلی سعی میکنن ریلکس باشن ولی احساس میکنن تحت نظرن و انگار کسی داره اونا رو تماشا میکنه. بذارید خلاصه بگم، وقتی توی یه جای خیلی خلوت و تاریکی هستید این بدترین حس دنیاست. اونا وقتی میرن سمت داخل خونه باز هم براشون کافی نبود و اتفاقای بد همینجور رو سرشون میبارید. اشیا به سمت اونا پرتاب میشدن و به صورت واقعا خیلی وحشت انگیزی. نمیدونم واقعا یه اتفاق اینجا در حال رخ دادنه و واقعا همه چیز یه خورده خیلی بیش از حد عجیب بود. شماره 8 شبح آشپزخونه. شبحی که از مهمونی که برپا شده کاملا ناراحته. این ویدیو از کانال یوتیوبی هیستوریک جفرسون تو یوتیوب آپلود شد. خانواده‌ای که دور هم بودن ولی آخرش به خوشی تموم نشد. و ترس تمام مهمونا رو فرا گرفت. اول ویدیو یه صدای نامفهوم ترس رو به جون آدم میندازه. اما بعد یهو چند تا قابلمه از ظرفشویی میافتن زمین و ترس کل خانواده رو که دور میز نشسته بودن و فرا میگیره و کلا میترسن. به نظر شما بهتر نیست هرچه زودتر اونجا رو ترک کنن؟ شماره 9 خالی از سکنه. وقتی تنها رفتی واسه جستجو تو خونه های متروکه انتظار داشته باش با هر صدایی سکته کنی. ویدیو یوتیوب کانال هانتینگ جرسی جس یه تجربه خیلی ترسناک و شوکه کننده رو بهتون میده. اون وارد یه مکان متروکه میشه ولی اون موجودات دست بردار نیستن و میخوان اونو نابود کنن. I literally almost get on command. What the Hello. افتادن اشیا واقعا ترسناکه. هرچی بیشتر میگردی بیشتر سراغت میاد. Yo, what the Yo, did you see that? Yo, hello? Is anyone here? ولی اگه من بودم طبقه دوم نمیرفتم. چرا؟ به خاطر این صحنه‌ای که ضبط شد. It's coming from Oh my Yo. نظرتون چیه؟ آیا کسی دیگه‌ای هم اینجا هست؟ شماره 10 واقعی یا فیک؟ همیشه گفتم جنگل بدترین و در این حال بهترین مکان برای ضبط ویدیوهای ترسناکه. یک کانال یوتیوبی به اسم زونا پارانورمال چند نفری وارد یه جنگل محلی میشن. اونا هرچی پیش میرن احساس میکنن چیزی داره اونا رو تعقیب میکنه تا اینکه با یه موجود انسان نما روبرو شدن. اما نقطه هوک و شوکه کننده ویدیو کجاست؟ دقیقاً اینجا. یه موجود که من میتونم اسمشو بذارم گرگ انسان نما به سمت اونا حمله ور میشه. احتمال خیلی زیاد ویدیو فیکه، ولی چرا؟ شما احتمال میدید ویدیو واقعی باشه؟ خب رفقا، اینم از اپیزود امشب. حتما ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت ها برام بنویسید که کدوم یکی از همه شوکه کننده تر بود. اگه ایده‌ای دارید برای ساخت ویدیوهای بهتر و بیشتر حتما تو کامنت ها برام بنویسید. اینستاگرام و تلگرام رو دنبال کنید و مثل همیشه امیدوارم که اتفاقات ترسناکی براتون نیفته.